سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی ممنونم که منو قابل دونستین و دارین ویدیو من نگاه میکنین. میخواستم که خودم بهتون معرفی کنم و گذشته خیلی طولانی دارم ان تو ویدیوهای دیگه. فعلا میخوام از شروع برند خلعت براتون بگم. اول خودم معرفی میکنم. من عسل هستم، متولد 24/8/1173، کاملا آبانی و 29 سالمه. خیلی خوشبختم و اینکه من توی هنرستان گرافیک خوندم و توی دانشگاه نقاشی خوندم و علت اینکه این مسیر هم رفتم این بود که من یه خاله‌ای دارم که از خودم 9 سال بزرگتره و تفاوت سنی کمی داریم و از بچگی الگوی من بوده و دقیقاً یه جورایی انگار که جاب‌های ایشون می‌خواستم بزنم و الان خالم ازم دوره، ماچ بهش. دلم خیلی براش تنگ شده. حالا فضا رو غمگین نکنیم. موضوع اینه که برای شروع خلعت من خب از سن خیلی پایین خیلی شغلای مختلف رو تجربه کردم که حالا توی زمان دیگه‌ای براتون توضیح میدم. من همیشه دوست داشتم اون چیزایی که خودم دلم میخواسته رو بپوشم و با توجه به علاقه خودم خیلی وقتا شاید اون چیزایی که دلم میخواست رو پیدا نمیکردم. این شد که از یه کاری که اومدم بیرون من شروع کردم به گشتن راجع به این که مثلا آقا جون ما چرا نمیتونیم یه روسری که خودمون میخوایم و داشته باشیم. یادتون میاد یه زمانی بود که ما هممون میرفتیم یه سری روسری مربعی بزرگ میگرفتیم 150 که روش برندهای معروف دنیا روشون بود، لوگوهاشون، مثل گوچی، مثل لوی ویتون، مثل بربری یا هر چیز دیگه ای. و خب من واقعیت دوست نداشتم که فیک سرم کنم، ولی یه جایی مجبور بودم چون خب به لباسام میومد و روسری بزرگ قشنگی ما اونقدر نداشتیم. به غیر از اونم که خب پولم نمیرسید واقعا اون موقع بخوام بخرم. برای همین تو فکر افتادم که من چرا نمیتونم طرحی که خودم دوست دارم به شکل روسری در بیارم. این شد که شروع کردم به تحقیق کردن و زمانی که من کارم رو شروع کردم اونقدری مثل الان دستگاه چاپ و اینا اصلا نبود و یه جوری بود که من اولین کالکشنم رو با چاپ پرده انجام دادم و خلعت رو در واقع به وجود آوردم. حالا اصلا چی شد که من رفتم دنبال این که یه بیزنس داشته باشم که یه پول زیادی به دست بیارم و همه اینا. من خب به خاطر شخصیتم که حالا بعدم براتون کامل جوری صحبت میکنم خیلی آدم شیطونیم و بسیار علاقه‌مند به رانندگی بودم و دائما داشتم مسابقه میدادم و با سرعت زیاد رانندگی میکردم و خلاص عاشق رانندگی بودم دیگه. یعنی فکر کنم که تمام دوربینای تهران که حفظ بودم هیچی، هی هم برام جریمه میومد. یه جوری شد که خلافیمو گرفتم و دیدم که نزدیک 5 میلیون خلافی ماشین منه و اون موقع که فکر میکنم میشه سال 94 فکر میکنم، یعنی تقریبا 10 سال پیش، 9 سال پیش اینجوری بودم که خب الان چیکار کنم. این بود که گفتیم خب آقا یه کاری بکنیم دیگه. کارهای دیگه خیلی مثلا شاید اونقدر هزینه مثلا زیادی که من میخواستم و نداشت. خلاصه من خلعت رو شروع کردم با یه کالکشنی که هم شامل در واقع شال بود هم روسری و من اینا رو داشتم و یه پیج ساختیم و خالم هم که ماشاءالله عکاس و هنرمند و فیلم بردار و همه اینا کارا رو با هم شروع کردیم انجام دادن تا اینکه پیج The Tehran Times که آقای آرز فضائلی در واقع مدیریتش میکنن و یکی از خفن‌ترین طراحهای واقعا دنیا هستن از نظر من، نظر میزان خلاقیت و تواناییشون، این بود که یکی از عکسای منو حالا به خاطر آشنایی که داشتیم باهاشون توی یکی از استایلایی که در واقع استفاده میکردن توی مثلا صفحهشون رو میذاشتن و اینا، واقعیت الان اسمش یادم نمیاد، عکس خلعت من رو استفاده کردن و روسری معروف کاشیکاری رو زدن. و جالبه که بدونین موقعی که من عکس همه کار خلعت رو به خالم نشون دادم
این یه دونه طرح اشتباهی برای خالم فرستاده شد و بین همه اونایی که طراحی کردم خالم گفت وای این چقدر خوشگله. گفتم ای خاله من اینو اشتباه فرستادم، من اصلا نمیخواستم اینو تولید کنم و اینا. خاله گفت نه اصلا شک نکن، این بهترین عالیه، اصلا باید همینو بگیری و همینو باید چاپ کنیم و همه اینا. و همون کار کاشیکاری الان هنوز پرطرفدارترین کارمونه و همه خیلی دوستش دارن و خیلی از هنرمندا هم داشتنش و دارن. لیندا کیانی عزیز دل منه که توی جشنواره حافظ کار منو استفاده کردن و خیلی از کارامونو، حالا دختر آقای مدیری عزیزه و خیلی کسای دیگه، خانم شیلا خداداد، خانم مریم ماهور مجری مورد علاقه شیطون و خیلی کسای دیگه. خلاصه این بود که ما کالکشن جدید رو دادیم و عکاسی شد کاشیکاری و رفت توی پیج د تهران تایمز و از اونجایی که خیلی در واقع صفحه پرطرفداریه، یهو از پیج کوشا آرت گالری به من مسیج دادن که کاراتون رو بیارید. منم مثلا اون موقع فکر کنم کلا شاید 16 تا کار تولید کرده بوده باشم، از هر طرحی 2 تا. خلاصه با استرس و اینکه اصلا نمیدونستم چجوری باید کار کنم و اینا، بلند شدم رفتم کوشا گالری و الهی قربون اون خواهر دوقلوی قشنگم چکامه و گلاره علموتی برم که اینقدر با انرژی خوبشون استرس رو از من گرفتن و من کارامو اونجا چیدم و برام خیلی ارزشمند بود و اعتماد به نفس نداشتم، مجبور کردم که نفروش نمیدم. تا اینکه باورتون نمیشه من خب کوشا آرت گالری شیخ بهایی مجموعه آسپه، من نزدیک فرمانیه بودم و خونم فرمانیه بود. گوشی من زنگ خورد و گلاره عزیزم به من زنگ زد و گفت اصل جان 3 تا از کارات فروخته شد، لطف کن در سریع ترین زمان ممکن ما رو شارژ کن. و اصلا واه، اصلا مونده بودم که واقعا مثلا من الان اصلا بگو با ترافیک تهران 40 دقیقه 45 دقیقه از تو راهم، یعنی تو این 45 دقیقه من 3 تا فروختم و اصلا باورم نمیشد. دیگه این شد که چکاما و گلاره عزیز به من کلی اعتماد به نفس دادن و باعث شد که من کم کم توی ایونت های مختلف، توی گالری های مختلف، مثلا گالری لاجورد، هانی عزیزم و مهسای عزیزم کارهای منو گذاشتن و خب کم کم تو گالری ها جا افتادیم و دیگه یه جوری شده بود که خلط خیلی سر زبون افتاده بود. کلنم من چون که یه تایمی توی زیباسازی شهرداری بودم، همیشه معتقد بودم که آقا جون شهر ما خیلی تاریکه، چرا مثلا همه اوج خلاقیتشون اینه که لباس مشکی میپوشن یا همش مشکی استفاده میکنن، نهایت یه جین باش میپوشن، دیگه خیلی بخوام بهمون حال بدن سرمه‌ای قهوه‌ای رنگای تیره. من اومدم برای خودم یه شعار انتخاب کردم به اسم شهر رنگی و گفتم که شما بیاین این روسری‌ها رو بگیرین و بهشون تقریبا ایده دادم که با چه رنگایی میتونن استفادهشون بکنن و این باعث شدش که این شهر رنگی هی شکل بگیره و یه حالت اینطوری پیش بیاد که خب آره شهر تاریکه، پس ما با لباسامون بیایم شهر رو رنگی کنیم. و این بود که خلعت دیگه خیلی پا گرفت. اون موقع یه گالری زدم به نام گالری اوکر که این گالری واقع در رسمی، این گالری توی پاساژ آوان توی اندرز بود، دقیقا روبروی سانا بود